من و شما آگاهانه یه خواسته ای رو میخوایم، ولی ناآگاهانه با احساسات و عواطفی که داریم باعث میشیم که اون چیزی رو که میخوایم دریافت نکنیم. میخوام بهتون بگم که اگر احساس خوبی نسبت به خواستتون دارید و دائم با خودتون مرور نمی کنید که من همچین چیز رو میخوام ولی الان ندارمش، من میخوام همچین کسی وارد زندگیم بشه ولی این آدم الان کجاست، به جای اینکه خوشحال باشید از آینده‌ای که قراره براتون مطابق میل و خواسته خودتون رقم بخوره، میاید دائما از خودتون میپرسید که باشه من همچین چیز رو میخوام، همچین هدفی هم دارم، میدونم که همچین چیزی قراره در آینده وارد زندگیم بشه ولی الان کجاست؟ اون آدم الان کجاست؟ اون ماشین الان کجاست؟ اون خونه الان کجاست؟ میخوام بهتون بگم خواسته‌ای که در مقابلش مقاومتی ندارید همون چیزی است که حال شما رو خوب میکنه، همون چیزی هستش که باعث خوشحالی شما میشه. و برعکس اگر که در برابر خواستتون، در برابر هدفتون مقاومت بکنید، یعنی چی؟ یعنی یک استحکاکی رو ایجاد کردید. یعنی اینکه اگر دارم به داشتن یک خونه دلخواهم فکر میکنم، به شریک زندگیم فکر میکنم، به جای اینکه خوشحال باشم از اینکه بله یک زمانی در آینده قرار این فرد وارد زندگیم بشه، بیشتر میترسم، بیشتر نگرانم، بیشتر دچار شک و تردید میشم. اینها به این معنا هست که شما در مقابل خواستتون مقاومت دارید و این به همون دلیلی هست که شما نمیتونید خواسته که میخواین رو راحت وارد زندگیتون بکنید، به خاطر اینکه ذهن شما دائما داره سیگنال و پالس منفی نسبت به خواستتون میده و شما بیشتر اون پالس منفیه رو جذب میکنید. میخوام بهتون بگم برای تمام خواسته های ما، برای تمام اهداف ما، آرزوهای ما یک زمانی لازم هست تا اینها برای ما به وقوع بپیوندن و این زمان دست من و شماست. این زمان به وقوع پیوستن خواسته هامون چه کوتاه چه بلند دست خود من و شما هست. اینکه چقدر نسبت به اون خواسته مقاومت داریم یا نداریم زمان رو تعیین میکنه برای به دست آوردنش، برای لمس کردنش. هر چقدر که مقاومتتون کمتر باشه سریعتر به دستش میارید. چرا؟ به خاطر اینکه ذهن شما، ضمیر ناخودآگاه شما باور داره که همچین چیزی اتفاق میفته و اتفاق افتادنش دور از انتظار و دور از ذهن نیست. بعضی وقتا میایین برخلاف اون چیزی که میخواین عمل میکنید. یعنی چی؟ یعنی شما دوست دارید که ثروتمند بشید، دوست دارید که این مقدار پول وارد زندگیتون بشه، دوست دارید که فلان اتفاق براتون بیفته، ولی به صورت ناخودآگاه میایین برخلاف اون چیزی که دوست دارین صحبت میکنید. چند نفر از شما دوست دارید نمیدونم اینقدر مقدار پول رو وارد زندگیتون بکنید ولی دائما دارید غر میزنید به نداشتن پول، به گرونی، به کار نکردن اون افرادی که باید یه سری کارها رو انجام بدن تا زندگی شما دگرگون بشه و خیلی از ماها خیلی وقتا این کارها رو انجام بدیم بدون اینکه حتی بدونیم. مسلماً من نمیخوام بی پولی بیشتری رو وارد زندگیم بکنم، ولی به صورت ناخودآگاه میام به قدری توجهم رو روی اون قسمت منفی و قسمتی که ندارم میذارم که مسلماً اون ناخواسته در زندگیم بیشتر و پررنگتر میشه. میخوام بهتون بگم اون قدم اول، اون چیزی که باید اولین بار انجام بدید برای اینکه هدفتون و خواستتون رو تعیین بکنید و همیشه هم راجبش صحبت کردیم، همون چیزی هست که بهتون گفتم پیدا بکنید چه چیزی رو میخواین. میخوام بهتون بگم هر زمان که یک تصمیمی میگیرید، یک هدفی رو برای خودتون انتخاب میکنید و یک آرزویی دارید، اتفاقی که میفته مثل این هستش که زمانی که شما دارین به اون خواسته فکر میکنید، دارید همزمان یه سری موشک‌هایی رو به فضا پرتاب میکنید. این مثالی هست و جمله‌ای هستش که استر هیکس همیشه میگه شما وقتی که دارید به یک آرزویی فکر میکنید، همزمان دارید موشک اون آرزو رو به هوا پرتاب میکنید، به کائنات دارید پرتاب میکنید. و اتفاقی که میفته چی هست؟
پرتاب کردن این موشکه به این معنی هستش که من و شما انرژی هستیم، جهان اطرافمون انرژی هست، همه چیزی که دور و برمون هست، فکرمون، ذهنمون، خواسته هامون، هر کدوم یک انرژی و فرکانسی دارن. شما وقتی یه چیزی رو میخواین دارید انرژی و فرکانس خواستتون رو به کائنات میفرستید. چیزی که استر هیکس میگه و کتابی که راجبش خیلی صحبت میکنه و کتابی که خودش نوشته، بخواهید تا به شما داده شود. Ask and it's given. بخواهید تا به شما داده شود. و در قرآن هم این جمله هست، بخواهید تا به شما داده شود. برای افرادی که خیلی مذهبی هستن حتما به چشم همتون خورده، بزرگ شدیم با این جمله، بخواهید تا به شما داده شود. وقتی شما میخواهید به شما همون لحظه داده میشه، ولی شما چرا دریافتش نمی کنید؟ الان بعد در ادامه این ویدیو میخوام بهتون توضیح بدم. میخوام بهتون بگم که توی پرانتز تضادهای زندگی ما باعث میشن که ما چیزهای مختلفی رو در این زندگی بخوایم. یعنی من اگر یک زندگی سختی دارم، اگر که مقدار پولی که میخوام در حساب بانکی من نیست، دائما دارم به این فکر میکنم که چقدر خوب میشد که من یک زندگی رو تجربه میکردم که این مقدار پولی که میخواستم در حسابم بود. این تضاده. یعنی شما یک چیزی رو ندارید و آرزوی داشتن چیزی برخلاف اون رو میکنید. شریک زندگی خوبی ندارید و میخواید یک شریک زندگی خوبی داشته باشید. تضادهای زندگی شما باعث این میشن که چیزهای جدید و چیزهای خوبی رو بخواین که در زندگیتون داشته باشید. تضاد به این معنا هستش که من الان یک شریک زندگی دارم که خسیس هست برای مثال و همش به این فکر میکنم که چقدر خوب میشد یک کسی وارد زندگی من میشد که خسیس نبود. تضاده، اون چیزی که الان شریک زندگی شما داره به شما میده، باعث این میشه که شما بخواید یک فرد جدیدی رو وارد زندگیتون بکنید که این خصوصیت رو نداشته باشه. حالا میتونه هم شریک زندگی الانتون باشه که این خصوصیت رو کنار بذاره، که یک فرد جدیدی باشه. پس در واقع این تضاد هست که باعث میشه که شما بخواید چیزهای مختلفی وارد زندگیتون بشه. حالا قانون جذب میاد در لحظه به اون چیزی که شما میخواین جواب میده. چرا؟ شما یک ارتعاش، یک فرکانسی فرستادید و جهان و کائنات مثل یک آینه اون فرکانس رو به شما برمیگردونه. حالا چرا شما دریافت نمی‌کنید چیزهایی که می‌خواین رو در ثانیه؟ این به این دلیل هستش که من و شما 2 سیگنال میفرستیم. چرا منی که دارم فکر میکنم که بله اینقدر مقدار پول رو میخوام، کائنات در همون لحظه به من جواب نمیده و اون مقدار پول رو برام نمیفرسته؟ به خاطر اینکه من و شما داریم هر زمانی که آرزویی میکنیم، هر زمانی که موشک آرزوهامون رو به کائنات میفرستیم، 2 سیگنال از خودمون به کائنات میفرستیم. یکی سیگنال خواستمون هست، یکی سیگنال حال الانمون هست. یعنی چی؟ یعنی من پول میخوام، دارم سیگنال خواستن پول بیشتر رو به کائنات میفرستم، ولی درون من ترس و نگرانی نداشتن پول، اجاره خونه، پرداخت قبض‌ها، اینکه اگر همچین اتفاقی نیفته، شک و تردید اینکه من کجا و 1 میلیارد کجا، اینقدر قوی هست که نمیذاره اون سیگنال اصلی که باید بهتون برگرده رو دریافت بکنید. این دلیل این هستش که شما چیزایی که میخواین رو nemiتونید دریافت بکنید. به خاطر اینکه من و شما هر زمانی که یک سیگنالی از آرزوهامون میفرستیم، داریم ناآگاهانه توسط ضمیر ناخودآگاهمون یک سیگنال دیگه ای رو هم میفرستیم و اون سیگناله به قدری قوی هست که سیگنال خواسته هامون رو داره خنثی میکنه. من و شما آگاهانه یه خواسته ای رو میخوایم، ولی ناآگاهانه با احساسات و عواطفی که داریم باعث میشیم که اون چیزی رو که میخوایم دریافت نکنیم. حالا میخوام به شما بگم که احساسات شما شاخص اصلی این هستش که چقدر با سیگنال خواسته هاتون تفاوت دارید، چقدر فاصله دارید ازش. هر وقتی که حالتون خوب هست، احساس خوبی دارید، یعنی به خواستتون خیلی نزدیکتر هستید. و به طبع بالعکس، هر وقتی که احساس میکنید که حال بدی دارید، انرژی منفی دارید، پر از شک و تردید و سردرگمی هستید، این به این معنی هستش که شما از اون چیزی که میخواین، از اون هدفی که دارید، از اون خواستتون خیلی دورید. زمانی که شما سعی میکنید دنبال شهود بگردید،
یعنی چی؟ یعنی اینکه من فلان چیز رو میخوام ولی الان در زندگیم نیست. شما دارید اون از خودتون دورتر میکنید. چرا؟ چون دارید مقاومت ایجاد میکنید برای وارد شدن اون چیزی که میخواین توی زندگیتون. چند نفر از شما توی روز یه چیزی خواستید؟ برای مثال از ذهنتون گذشته که چقدر خوب میشد مثلا الان یکی در خونه رو میزد و یه شاخه گل برای شما می آورد، یا فلان نذری رو براتون می آوردن، یا نمیدونم یک چیز خیلی بی‌ارزشی بهتون داده میشد. این مسئله از ذهنتون گذشته، شما فراموشش کردید به خاطر اینکه اصلا بود و نبودش در زندگیتون براتون مهم نیست. چه باشه چه نباشه اصلا اتفاق خیلی خاصی نیست. و چند نفرتون دریافت کردید اون چیزی که خواستید رو؟ مطمئنم خیلیاتون. همه شما یک مثال حداقل دارید که بهم بگید فلان روز فلان چیزو خواستم، اصلا از یادمم رفته بود که من همچین چیزی رو میخواستم و چند وقت بعد بهم داده شده، از هر طریقی وارد زندگیم شده. همه ما چندین مثال از این نوع داریم. این زمانی هستش که مقاومت شما نسبت به خواستتون کمه. مقاومت ندارید و وقتی مقاومت ندارید یعنی دوتا سیگنالی که دارید به فضا میفرستید، به کائنات میفرستید، با هم همسو و برابرن. به خاطر همین هستش که اون چیزی که میخواین رو دریافت میکنید. به خاطر همین هستش که ما چیزای بی ارزشی که اصلا بود و نبودش در زندگی برامون مطرح نیست و مهم نیست رو خیلی راحت به دست میاریم. پس احساستون و تفاوت سیگنال هایی که میفرستید دلیل اصلی این هستش که چیزهایی که میخواین رو به دست میارید یا نمیارید. رونالدو میگه که من قبل از اینکه وارد زمین بشم چشمامو میبندم و با توپ صحبت میکنم. بهش میگم که من توی این بازی میخوام که گل بزنم. خیلی جالبه ها. میگه به توپ میگم که من توی این بازی باید گل بزنم. یعنی که من برده ضمیر ناخودآگاهم نیستم که شک و تردید داشته باشم که آیا قرار هست گل بزنم یا نه. من میخوام و به هم داده میشه و 1% هم شک نداره که آیا گل میزنه یا نمیزنه. یعنی چی؟ یعنی سیگنالی که میفرسته برابر هست با حال درونی خودش. یعنی مطمئنه اگر که وارد زمین میشه اون توپ رو وارد دروازه میکنه، چون اینجوری تصور کرده، چون تصویر سازی کرده قبل از اینکه وارد زمین بشه. اینکه بخواین تا بهتون داده بشه، اینکه ضمیر ناخودآگاهتون توسط خودتون باید کنترل بشه، اینکه تصویر سازی بکنید، اینکه ببینید چیزی که میخواین بهتون داده شده، اینکه نیاین شک و تردید داشته باشید به اینکه آیا این اتفاق میفته یا نه. بدونید که این اتفاق افتاده، تموم شده و رفته. شما الان اون چیزی که خواستین رو گرفتید، بهش رسیدید و هیچ حرف دیگه درش نیست.